حامد تبریزی. آقا حامد. کشمیشم دم داره. حاضر. شما شغل پدرتون چیه آقا حامد؟ بدلکاره. اوه، یعنی تو سینما فعالیت میکنن دیگه؟ نه خیر، خودشو میندازه جلوی ماشین دیه میگیره. مهدی تبریزی. جانم آقا. شغل پدرتون؟ والا پدر بنده تو کار راه ساختمان هستن. شهرداری منطقه چند هستن؟ نه، تو خیابونا راه میرن، ساختمانا رو میشمارن. حامد تبریزی داداشتونه؟ نه خیر. پس چه نسبتی با هم دارین؟ برادرمه. محمد معماریا. هستم آقا، ولی دارم خستم. شغل پدرتون چیه؟ من آقام تو کار فرش و تلویزیون داداش. یعنی فروشگاه لوازم خانگی دارم؟ نه آقا جون، میخوابه رو فرش، صفر تلویزیون نگاه میکنه. حمید شربتی. جان. شما شغل پدرتون چیه؟ کارآفرین هستن. ولی کلا تحسینشون میکنم، یعنی شغل ایجاد میکنن، کار ایجاد میکنن. نه، میره اونایی که کار میکنن رو میگه آفرین آقا. آقا آفرین. آقا آفرین. آقا یزید تو. خب بچه‌ها تفریح دیگه بس، میریم سراغ درس. خب بچه‌ها کی میدونه چهارمزه اصلی چیه؟ بال کبابی، چیپس، ماس، آبالبالو. بیا جلو ببین. آکو. ها. اوف. دهن چی گند عرق میده. زیاد حرف زدم دهنم عرق کرده.